سلام به دخترای یوتیوب. همونجور که از عنوان ویدیو معلومه، البته من میکاپ هم کردم دیگه، ببخشید اینجا من میشینم صحبت میکنم میکاپ نمیکنم دیگه، عذر منو بپذیرید. همونجور که از عنوان ویدیو معلومه، مادر دوست دیوس. حالا داستان چیه؟ آقا داستان از این قرار من صبونم هم نخوردم، خب فقط ویدیو اینستام گرفتم، ببخشید دیگه. من یادم کلاس پنجم بودم، خب چون من نیمه اولی کلاس پنجم 10 سالمه، کسایی که نیمه دومیان چون یه سال دیرتر میرن دیگه، اینو هممون میدونیم سنشون بالاتر، یعنی ما همیشه توی مدرسه‌مون همه همسن نیستیم. حالا مثلا یکی یا یه سال بزرگتر یا یه سال کوچیک‌تره، که من همیشه اون یه سال کوچیک‌تر بودم. خب تو گلو واقعا از این پادا گرفتم، خیلی خوشم میاد ازش. بریم داستانمون رو تعریف کنیم. چقدر مزه میریزم. من دارم میکاپ نمی‌کنم، میخوام با یه چیزی برم، این یه عادتیه که من دارم. خب اینو داشتم بهتون میگفتم که من 10 سالم بود. بعد من واقعا یادمه تو دوره دبستانم من حقیقتش هیچ دوستی نداشتم. واقعا دلتون قال من بس. من هیچ دوستی نداشتم، با هیچ کس دوست نبودم یا هیچ کس با من دوست نمیشد، نمیدونم چرا اصلا دوست نداشتم، یعنی نمیتونستم کانکت بشم. و اونا یه سری کارهایی میکردن، یه سری شیطونیایی میکردن، یه سری فضولیایی میکردن که من واقعا خوشم نمیاد، برای همین اونا با من کانکت نمیشدن سر این موضوعات. بعد من یه بغل دستی داشتم که این بغل دستی من با این دوست شده بودم. خب با این دوست شدم و این خیلی از من خوشش میومد، منم خیلی ازش خوشم. حداقل تو ویدیوی بالم لب بزنم. خب داشتم بهتون میگفتم من با این دوست شدم، یعنی این تنها دوست من، فکر کن توی کلاس مثلا 30-40 نفری این تنها دوست من بود که بغل دستی من بود. بعد من و این خیلی با هم دیگه مثلا دوست شدیم. حالا این توی مدرسه‌مون یه دونم دختر خاله داشت، دختر عمه داشت، کی داشت که مثلا سنگ تفریح بعضی وقتا مثلا با اون میرفت، حالا مثلا کنار اون مینشست و کنار منم بود، ولی مثلا بیشتر با اونا بود. و من همچنان یک دختر تنها در مدرسه بودم که هیچ دوستی هم نداشت، با کسی هم دوست نمی شدم. برعکس بچه‌ها که مثلا مدرسه میرن کلی دوست دارن و کلی با همه دوست میشن، من اینجوری نبودم. حقیقتش برای من اینجوری بود، شاید مثلا به خاطر بود که اون موقع خیلی کم حرف بودم و خیلی حالا مثلا درونگرا بودم، شاید به این دلیل. بعد من این چون خیلی با هم دیگه مثلا دوست میشیم و حالا اینجور چیزا، ولی خب یه چیز بالا اینم بهتون تعریف کنم بعد برم سر اصل قضیه. بعد من و این خیلی با هم دیگه دعوا میکردیم و مثلا سر پاک کن، سر مداد، سر خودکار. برای 10 ساله دیگه، دختر 9 سال 10 ساله اصولا این موضوع به هممون پیش اومده که چیزی میکنیم دیگه، حالا بحث میکنیم، دعوا میکنیم سر خودکار، سر دفتره، یا سر حال مثلا از شانس من و اون مثلا چیزایی که میگرفتیم خیلی شبیه هم دیگه بود. بعد من وسایلم خیلی مراقبت میکردم، چون حقیقتش مامانم خیلی دعوا میکرد اگر وسیله‌ام بخوام خراب بکنم. بعد اونم مامانش دعواش میکرد ولی بازم وسیله‌اشو خراب میکرد. بعد مثلا هی قبول نمیکرد، میگفت نه این مال منه، بود در صورتی که من از مال خودم خیلی مراقبت. بعد اون روزی که خوشانه ما بود و ما با هم دیگه دوست بودیم و کنار هم دیگه نشسته بودیم، تصمیم میگیریم که این بیاد اجازه من از مامانم بگیره، چون مامان من خیلی آدم سختگیری بود. البته اگر یه تینیجر نیستید و هم سن و سال من یا از من بزرگترید، میدونید که اون زمان واقعا مامانا اجازه نمیدادن یه دختر 9-10 ساله خود دوستش بخواد بره. البته الان مثلا اجازه میدن خودشون میرسونن و اینجور چیزا، ولی اون موقع خیلی سختگیری بود که نه، یه وقت خدایی نکرده نمیدونم باباش آدم فلانی نباشه، داداشش آدم فلانی نباشه، اذیتت نکنم، ندزدن. خب این چیزا خیلی مثلا شایع بود و زیاد بود. و این میاد و مامان من اول میگه که نه فلانه، من مامان تو رو خدا اجازه بده. بابا حالا مثلا دختره تو محله خونهشون، تو محله خونه خودمون، نه که مثلا بخواد محله دیگه باشه، نه تو محله خودمون بود. تو رو خدا مامان اجازه این. و حالا مامان من خب بهم اجازه میده. این چی بود؟
مامان من اجازه میده، میگه قبل بابای من اون موقع ساعت 4 از سر کار، میگه قبل از اینکه بابات بیاد برمیگرده، یعنی ساعت 1:30 دیگه باید خونه باشی. یعنی ما 12 خونه بودیم که من دوستم بدم خونه که اجازه بگیم تا 1:30 خونه بودیم. ما درس روز بعد کتابای در روز بعدمون رو برداشتیم که رفتیم خونهشون که درس بخونیم. بعد مامان اون که منو دید خیلی خوش برخورد، خیلی خوب برخورد کرد. بعد مامانم اون زمان اجازه نمیداد که من بخوام خونه کسی نهار بخورم. اون زمان اینجوری بود، یعنی حالا اگر که میگم تینیجر نیستید و هم سن و سال من یا از من بزرگترید، میدونید که مامانا واقعا اون موقع حتی خونه همسایه هم اجازه نمیدادن که بخوای نهار بخوری. پوست کلت میگن، یعنی تهدید خیلی بد میکردن. اگر که نمیدونید بهتون میگم که چرا مامانا روی این قضیه حساس بودن. بعد ما خونه میمونیم، میشه ساعت 1:20 حدودا این ساعت ها میشه، دقیقا یادمه، نمیتونم چرا، چون قضیه خیلی موضوع حساسی ایجاد کرد، شاید به خاطر همونه. 1:20 میشه. بعد ما درس میخونیم. بعد دیگه من میگم که نه مامان من گفته من باید بلند بشم برم دیگه. در حالی که داشتم با دوستم حرف میزنم که میخوام بلند بشم برم اونجور چیزا، مامانی داشت نار میکشید دیگه. من فکر کنم یه 2-3 تا سوال درس بنویسیم، اون موقع اسمش بنویسیم، تو کتاب فارسی بنویسیم بهش میگفتم، بنویسیم نه؟ آره یه همچین چیزی اسمش بود، بنویسیم بود، بخوانیم و بنویسیم. آره درس بنویسیم که همون کتاب، فکر کنم الان میشه کتاب نگارش فارسی. آره من 2 تا سال 3 تا سال بنویسیم من مونده بود، همون نگارش فارسی مونده بود. بعد من سریع جمع کردم، چون میدونستم مامانم منو دعوا میکنه روی این قضیه. مامان من خیلی شدید حساسه و دیگه به کتک کاری میرسه. برای میگم که مامان اون سری نه شما مدرسه اومدین درس خوندین، الان در حال حاضر گشنتون هستش، بعد نهار بخورید، اینجوری نمیشه، اینجوری من نمیتونم اجازه بدم که تو بری. خیلی مامانش اصرار کرد که نباید بکنم. بعد همچنان من اصرار، چون واقعا میترسیدم از مامانم، گفتم نه من باید برم فلانه. مامانم گفته ایسا، گفت نه حالا هیچی نمیشه، من خودم زنگ میزنم به مامانت، خودم صحبت میکنم، اشکال نداره عزیزم، مگه حالا یه نار خوردن چیه. حالا مامانشم سری، من داشتم دفترمو جمع میکردم که توی کیفم بذارم، سری 3 تا از اون کاسه استیل قدیمی یادتونه توش خورشت میکشیدن، تو کاسه استیل یه آبگوشت خوشمزه با این سبزیایی، فکر کنم اسمش سمسوله، حالا نمیدونم تو شهر شما چی بهش میگن، ولی کنار آبگوشت میخورن، خیلی خوشمزه، یعنی واقعا غذاش خیلی خوشمزه بود، خیلی زیاد. آقا ما غذامون رو خوردیم، بلند شدیم اومدیم خونمون. به مغزی هم که من خونم، مامانم پرسید خونه کسی که نهار نخوردی؟ من نه. بعد اون موقع مامانم یادم ماکارونی درست کرده بود. خب ماکارونی مامان منم خیلی خوشمزه است. من برای اینکه مامانم شک نکنه رفتم به خودم ماکارونی کشیدم به اون اندازه‌ای که همیشه میخوردم، یعنی در حد ترکی داشتم منفجر میشدم، فقط برای اینکه مامانم نفهمه. تا این قضیه گذشت، تا فکرم که 2 هفته 3 هفته پیش، دقیق اینو یادم نیست، ولی یادمه که جلسه اولیا مربیان بود. آره دیگه اولیا مربیان میگفتن. جلسه اولیا مربیان بود که مامان من اومد مدرسه، مامان اونم اومد. مامانا همه اومدن و مامان اونو دید و تشکر کرد و که آی دختر من خونه شما اومد اذیت نکرد و ببخشید مزاحم شد و دیگه خیلی مثلا بچه‌ها اصرار کردن و اینجور چیزا. باباش اگر میفهمید میکشتش. و واقعا بابای من که دیگه از مامانم حساس تر بود. وای دختر بخواد بره خونه رفیق، به خدا خیلی بابا اون موقع حساس بودن، چون به هر حال میترسیدم و واقعا حق میشه. البته اون موقع مثل الان اینقدر اوضاع فجیح و بد نبود. من درست بچه بودم ولی میدونم که یعنی یادمه که بزرگترها حرف میزدن اینجور چیزا، اینقدر بد نبود اون موقع. به هر حال 10 سالمون بود دیگه، یادمونه. شاید از اجتماع جامعه درک اونجوری نداشتیم، تو عالم و دنیای خودمون بودیم، ولی خب این چیزی بود که میدونستیم. و اما مامان این
چی گفته بود؟ به مامان من گفته بود که نه اذیت که نکردن، اما دختر شما چون گشنه بود و دیگه دلش داشت صف میرفت، ما میخواستیم ناهار بکشیم دیگه به اینم ناهار دادیم بخوره. خیلی البته لحنش خیلی بد و زشت بود، خیلی جیب بود، خیلی بی لول بود. و اون موقع هم خب این قضیه رو حالا میخوام بهتون بگم که اون موقع بهتون گفتم الان بهتون میگم. خیلی مثلا زشت میدونستن و بد میدونستن و که یه بچه‌ای مثلا بخواد خونه دوستش بخواد بره یا مثلا بره خونه همسایه ناهار بخوره و اینا، خیلی بد میدونستن. خیلی قضیه زشت بود برای اون زمان. نمیدونم چرا، حالا یه غذای دیگه مگه چیه، خیلی بد میدونستم. مامانونم جلوی مادرها گفته بود، جلوی اولیا گفته بود، بقیه مادرم به مامان من اینجوری نگاه میکرد. حالا بحث 2 نفره، یه مادر دیگه یا چند تا مادر دیگه اون پشت که گوش تیز کردن میان تلپ 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 با این کفشای پاشنه تق تقیشون، بچه تو نفرست بره خونه یا کسی. خیلی زشته خونه کسی بخواد نهار بخوره. خدا رو شکر موقع 10 سالم بود، وگرنه جرتون میدادم. به خدا پیاز داغ و زیاد میکنه. حالا مثلا بچه است بابا، حالا من اومدم خونه شما یا نهار خوردم، اونم با اصرار خودت، حالا خودش اینجا داره نمیبینه، با اصرار خودش. من که میخواستم برم، من که میدونستم مامانم منو دعوا میکنه. خودت اصرار کردی، بعد خودت اومده مدل دیگه داری تعریف میکنی، مثلا چون چند تا زن دیدی. What the fuck. مامان منم که عصبانی شده، چند نفر دیگه هم بودن پیاز داغ و بیشتر زیادترش کردن، انگار من قتل کردم، انگار جرم مرتکب شدم. بابا اومدم خونه‌تون یه ناهار خوردم، مگه حالا به یه بچه 9 ساله 10 ساله که خودت اصرار کردی و یه ناهار دادی، این حجم از بدجنسی برای چی بود؟ واقعا این حجم از بدجنسی برای چی بود؟ در صورتی که من اینو بیادم رفت بهتون بگم، اونا چون زمانی که داشتم نهار میخوردم از من گفتم وای به به خوشمزه، اول گفتم وای اگه مامانم بفهمه من بدبخت میشم. یعنی اولم داشتم خودم کوفت میکردم، یعنی من غذایی که مال اینا خوردم کوفتم شد، چون همش داشتم این قضیه فکر میکردم وای اگر مامانم بفهمه من دعوا میکنه. البته مامان من حق داشت، چون واقعا اون زمان هی زنا پچ پچ میکردن، هی صورتشون اینجوری میکردن، هی وای نگاه چیکار کرده دوست دخترش بره خونه یکی دیگه ناهار بخوره. نمیفهم برای چی زنا اینجوری. ببین من که قضیه رو فهمیدم، خب ببین دعا میکردم بمیرم ولی خونه نرم، چون از واکنش مامانم میترسیدم که وقتی هم رفتم خونه مامانم واقعا واکنش خوبی نداشت، واکنش تندی داشت. بعدش که آروم شد بازم اومد بهم گفت که وقتی بهت میگم که خونه کسی نهار نخور، اون کار رو انجام نده، به این دلیله که این کارا میکنن، میان اینجا جلوی جمع ما رو ضایع میکنن. و اون زنه انگار مثل کسی که دیدی عقده یا قبلا مثلا این کار رو بهش انجام دادن، حالا منتظره که یک نفر دیگه این کار انجام بده اون عقده‌شو بخواد خالی بکنه، از اون عقده خالی بشه. واقعا هیچ چیزی جز عقده دیگه جز توی این قضیه وجود نداره که واقعا این بلا سر من دارم. و از همون موقع من دیگه از خودش بدم اومد، از دخترش بدم اومد، اصلا خوشم نیومد و دیگه با دخترش اصلا اینجوری کانکت نشدم و گفتم تنهایی و پاد. دخترا کلی دوستتون دارم. میدونم ویدیوم خیلی طولانی شد چون این داستان خیلی طولانی بود، نمیدونم شاید این قضیه این داستان برای شما به وجود اومده، پیش اومده، حالا مثلا ممکنه مادر دوست بوده باشه یا همکلاسی بوده باشه، واقعا اون زمان اینجوری. و خدا رو شکر از اون زمانی که اینجوری بود و مردم اینقدر عقده داشتن، اینقدر خسیس بودن و اینقدر نمیدونم کلمه‌ای در وصفش نمیتونم بگم بودن، ما عبور کردیم از اون لول اومدیم به لول بالاتر. خدا رو شکر. دوستتون دارم، متشکرم از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید. اگر شما این اتفاق افتاده بهم قطعا کامنتش کنید تا اینکه من بیام و تعریف کنم به بقیه. بای دوستتون دارم، به خدا.